انشالله این روزهای سخت و سنگین هم پسی سر میشه. سیاست ما رو میدونه نسبت به افغانستان. ما کوشش میکنیم مردم افغانستان را تنها نمیگذاریم. ما دایم کمک کردیم، کمک میکنیم. رو افتاده نباشیم. حیات زندگی خودش مبارزه است. حالا درباره وصف وطن کردی. من دائما با مردم تاجیکستان چنین مراجعت میکردم. شکرانه وطن کنید. شکرانه وطن کنید. بی وطنی زنده در گور در آمدن برابر است. بسیار وزنی است. و ما همین روزهای سخت سنگین عیناً پسی سر کردیم. میلیون ها گریزه بودند. میلیون ها 157,000 کشته شدند.